سلام، به یه قسمت دیگه از آموزش جامع اسکیت از صفر خیلی خوش اومدید. ما تا اینجا یاد گرفتیم که اسکیت کنیم و پا بزنیم به سمت جلو بریم. حالا میخوایم ببینیم که روش درست و اصولی و ایمن زمین خوردن توی اسکیت چجوریه که باعث آسیب ما نشه و بتونیم خیلی راحت بخوریم زمین و بلند شیم بدون اینکه هیچ مشکلی برامون پیش بیاد. اگر که یادتون باشه ما همیشه پوزیشنمون به سمت جلو بود. از زمین خوردنمون هم باید به سمت جلو باشه. وقتی که تعادل من به هم میخوره سری خودم رو میارم به سمت جلو و اگر که خواستم بیفتم اولین قسمتی که میخوره زمین کف دستای منه، البته با لوازم ایمنی، و بعدش زانوام. حتما باید لوازم ایمنی داشته باشید موقع تمرین اسکیت. پا میزنم به سمت جلو، اول دست بعد زانوام میخوره زمین. حواسم هست که انگشتام به سمت بالا باشه که ناخونام بر نگرده، سرم به سمت بالا باشه که اگه خیلی اومدم پایین چونم به زمین نخوره و رو زانوام بیفتم. وقتی که من تو این پوزیشن بیفتم لوازم ایمنی هم کمکم میکنه که یه کوچولو به سمت جلو اینجوری کشیده بشم و هیچ آسیبی نمیبینم. حالا افتادم به هر پوزیشنی میخوام بلند شم، خیلی راحت میام روی دوتا زانوی خودم میشینم، کمرم رو بلند میکنم، یکی از پاهامو بلند میکنم و 4 تا چرخش رو میذارم رو زمین و این پا کامل نزدیک پای دیگمه. اگه با فاصله بذارم نمیتونم بلند شم. به زانوم یا به زمین یا هر جایی که راحت ترم فشار میارم، خودم رو به سمت بالا میکشم و سریع سعی میکنم اون یکی پام رو هم حالت هفتی بذارم و آروم بلند شم. به همین راحتی شما میتونید بخورید زمین و بلند شید بدون اینکه آسیبی ببینید یا اتفاقی بیفته. یک بار دیگه ببینید دارم اسکیت میکنم، تعادلم به هم میخوره، سریع به سمت جلو. دستبندایی که دارم، آرنج بندایی که دارم باعث میشه که منو به سمت جلو بکشونه، فشار کمتر بشه و زانو. حالا دوباره یه پا نزدیک، فشار به زانو یا زمین، سریع هفتش میکنم و بلند میشم. تا زمانی که شما رو اسکیتتون به این مدل بخورید زمین و اینجوری از پشت نرید و به پشت زمین نخورید هیچ آسیبی نمیبینید و خیلی راحت میتونید بخورید زمین، بلند شید با خیال راحت. البته باز هم تاکید میکنم با لوازم ایمنی، زانوبند، آرنج بند، مچبند و کلاه، و تمریناتتون رو انجام بدید. همین. توی قسمت بعدی قراره که سرعتمون رو بیشتر کنیم، به حالت 11 پا بزنیم و بقیه آموزش ها رو داشته باشیم.